سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو جدید دیگه از چنل خودتون. بچه ها قراره امروز بریم داخل این ویدیو سنسیویتی BNL رو تست کنیم که خودش داخل لایوش گفته بود سنسش چیه. تست کنیم. درسته اون رو پیسیه ولی ما رو موبایلیم. همین چه فرقی داره؟ خوبه؟ بده؟ چطوریه؟ بریم تست کنیم. پس برای اینکه خودتونم بدونید که این سنسش چیه، حتما تا آخرین ویدیو همراه من باشید. بچه ها سنسش به این صورته که جنرال رو گذاشتی روی 176، ردت هم گذاشته 171، اسکوپ 2 هم که گذاشته 151، اسکوپ 4 هم 177، اسنایپر اسکوپ و فیری هم که آخرشون دوتا اصلا زیاد مهم نیستن، حالا گذاشته رو 60 و 65. میذاریم. سایز دکمه هم داخل موبایل خیلی مهمه. من گذاشتم 26. شما هم خواستید اینو بذارید. بریم یه از ترنینگ ببینیم به چه صورت. اول روی گان SMG مثلا XMش اول کار کنیم ببینیم چطوره. خوب XMش البته اینم بگم اینجا چیزی مشخص نمی‌کنه. وقتی نمی‌کنه چیزی مشخص نمیشه. من چون که اینجا این کاراکترها به صورت ثابت شدن معلومه ببینید یه بک بزنیم یه دست بریم لون وولف ببینیم اونجا چه شروع میخوره. خب اس شد. میخوام دیزه اومد. متاسفانه انمی نیومد، حریف نیومد. خب بچه ها بالاخره بعد کلی تلاش اس شد. آیا حریف برامون اومد؟ من میخوام سنس تست کنم. اسنایپ میگیری؟ بابا گوشیم نمیچرخ. حالا ای بی شرف خطگیر، چه خطی میگیره واسه ما. حالا میدونم من MP40 بگیرم یه وودپکر دیزت هرچی نکن دست رو میذاره تیر قشنگ میزنه فول بس میزنه. این دیگه اینطوری نزن. این فعلا که بد نیست. خوبه. جنرالش بد نیست این درسته، ولی جنرال هرچی بیشتر باشه بهتره. بالاخره هر کسی مخصوص خودشو داره. مثلا یکی میبینی صفحه بازیش خیلی باید کند باشه، یکی میبینی خیلی باید سریع باشه.
داداش فشار نده، دستتو بردار. اما دستتو بردار. اینجا رو بگیر. سپرایز. نگاه کن. خوب خورد، خودش خوب خورد. یه اسم شاد کنید. الان نها کنید فقط چه فشاری میده. داداش دستتو بردار. داداش دستتو بردار. گلول اصلا نمیخوره. گفت نمیکنه روش که بخواد بخوره. ای خدا شیطونه میگه بردار گلول رو روش خالی کن. داداش بی شرف. اسمش هم گذاشته نونه ای. تو یو اینجای کار که درد نگیره. SMG بهتر میخوره. سر امریکانه بود پکر دیزرتینه اصلا نمیخوره. خوب نیست. این واقعا سنس خودشه. خب داخل لایو گذاشته بود. البته این اساس پیسی بوده. اینم دست سلامتی بسید که من ویدیو رو لایک کرد. ازم دیدی پوکر داشت میداده. جنرالش خیلی داشت دستتو بردار. بذارید من بندازم یه رفت این علیه فشار میدارم. این میگم ایسنجی خیلی کیکی خورم. اونقدر که رو SMG سنسش تاثیر میذاره اصلا مثلا دولول بود پکر این یکی SMG خوبه، یکی هم رو گانه مثلا AR مثلا مثل AK XMH اینا. AK خودم تست کردم داخل ویدیو تست نکردم ولی خودم قبلش خب بچه ها دیدید سنسش به این صورت بود. بچه ممنون که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. تا ویدیو جدید خفن دیگه خدافظ.